درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. واقعا اگر به هستی ملت‌ها نظر افکنیم و بخصوص از زمانی که دولت ملت‌ها به میان آمدند، هستی هر یک ملت را اصلا حافظه تاریخی و روح ملی آن تشکیل می‌دهد. وقتی گپ درباره حافظه تاریخی می‌رود، این مجموعه حوادث تاریخی، ارزش‌ها، عرف و عادت، مراسم‌ها، جشن‌ها، طرز زندگی که یک ملت در درازای تاریخ خود پشت سر کرده است، حافظه یک ملت را تشکیل می‌دهند. و اگر حافظه یک ملت از بین می‌رود، یعنی این مجموعه همون ارزش‌ها، مجموعه همون خاطره تاریخی وقتی از بین می‌رود، دیگر افتخاراتی نیست، دیگر از آن ملت نام و نشانی نیست. و واقعا وقتی ما با درازای تاریخ ملت‌ها می‌نگریم، در تاریخ بشر در درازای این همه زمان ملت‌هایی بودند که با زبان، با فرهنگ و حتی صاحب نوعی از تمدن هستند. و اما در درازای تاریخ با از دست دادن خاطره تاریخی، از بین رفتن اون اصالت فرهنگیشان، تبدیل به ملت دیگر شدند و هویت خویش را از دست داده بیگانه شدند. و چون این موضوع فکر میکنم یکی از موضوعهای مطرح عین حال هم در جهان است و مخصوص در روند جهانی شوی که خطری از بین رفتن ملت‌های خرد و ریزه نهایت زیاد است، از این لحاظ ما عنوانی برنامه امروزه را گذاشتیم خاطره زدایی یا منقورتیزم و پیامدهای آن. به خاطر پهلوهای گوناگون این موضوع را روشن کردن، ما به استودیو ادبیات شناس و پوبلیسیست تاجیک حفیظ رحمان را دعوت کردیم. تشکر. و من ایشون را خیر مقدم میگم که این دعوت ما را پذیرفتن و به استودیو تشریف آوردن. خب استاد، بیاد اصلا از خود همین مفهوم خاطره زدایی. خب البته ما میبینیم که همین در شیب و فراز تاریخ ملت‌های زیادی بودند که شکست خوردن و با شکست خوردنشون نه تنها دولت داریشون رو از دست دادن، بلکه حالت‌های زیادی بوده است که با شکست خوردن اینها هم زبان، هم فرهنگ، هم اصالت را از دست دادن و به ملت‌های دیگر تبدیل یافتند. این بسیار واقعیت تلخی جهان است. نابسته از اونه که خوب شاید برای ملت‌هایی که غالب هستند این مسئله یک مسئله جنبه مثبت داشته باشد، ولی برای عده از ملت‌ها این همیشه جنبه منفی داشت، چون اونها هویت خود را، اصالت خود را از دست دادن. بیاید از اینجا شروع کنیم. بله درست، سلامت باشید. واقعا درست میگید که همین هر یک ملتی که دارای فرهنگ و تمدن است، همین اساسی تمدن خود را باید حفظ کند و رشد کند و تمدن در سه پایه قرار میگیرد. یکی از زبان است، دیگرش اعتقاد است، اعتقادات همون مردم ملت است و سومش حافظه تاریخی است. همین یکی از همین عنصرها اگر نباشد، تمدن که ریزه ریزه میشود، پریش میشود و از بین میرود. و فرهنگ هم همچون خزینه دانش و بینش ایجادی، روایت ها، عنصرهای اخلاقی، آیین و دین و اساطیر و ادبیات، فرهنگ، همین مجموعی دانش های فرهنگی، همه همین باعث بقای ملت میشد. یعنی همین استخوانی تمدن همین فرهنگ همون ملت هست و اساسی فرهنگ همین حافظه است که او در یاد میگیرد ملت که چه مرحله رو پشت سر کرده است و در اساس همون خاطره تاریخی امروز خود رو بنیاد میکند،
از گذشته سبق میگیرند و آینده خود رو برنامه‌ریزی میکنند. این چیز بسیار چیز است. اگر مثلا از نگاه تمدن این ملت به دولت سازی، به شهرداری، به تکنولوژی، به استحصال مولکولو از نگاه تمدن مشغول، از نگاه مشغول شد، از نگاه فرهنگ با عنصرهای گفتیم دین، علم، مثلا روایت، اساطیر، باورها و دیگر چیزهایی که ملت از آن باید افتخار بکند، با آن باید توجه بکند. این یک مسئله دیگر همین که همین خاطره تاریخی از آن جهت مهم است که این یون ملت رو در میان ملت‌های دیگر یا معتبر میگردند یا غیر اون، یعنی جایگاه او رو، مسند او رو معین میکنند و هیچ چیزی بجز همین حافظه تاریخی اینقدر برای رشد ملت ها اهمیت ندارند. اینو چون که از تاریخ شما گفتید در تاریخ مثالش بسیار، مصر مثال بگیرید. وقتی بعد فتوحات عرب، بعدی اصلاح عرب، این یک ملتی که هم حافظه تاریخی داشت، هم مثلا یعنی یکی از تمدن‌های جهان بود. تمدن‌های جهان دینی خاص خود رو داشت، معاملات اجتماعی خود رو داشت، ویژگی‌های مثلا تمدنی و فرهنگی خود رو داشت. از بین رفت، زبانش از بین رفت، همش از بین رفت و مهمترین عنصر همین بود که مصری زبان خود رو اول از دست دادن. همین زبان که از بین رفت، دیگر از پی اون، در قبال اون، بر دنبال اون دیگر چیزها هم پریش میشوند، دیگر نابود میشوند. برای همین این مسئله بسیار جدی است و همین ملت‌های بزرگ یا که ابرقدرت‌ها همیشه در طول تاریخ زورآورا گویم با اصطلاح دیگر کوشش میکردند که اول درجه در پیکری همون فرهنگی این اون ملتی که میخواستن ضبط کنن، همین حافظه تاریخیشون رو نابود بکنن، یا که به همون حافظه تاریخیشون، به همون یادنامه ملت ضربه جانکاه بزنن، زبانشون رو سست بکنن و آهسته از اعتبار برارن. دیگه این اون عنصرهایی که ویژگی‌های فرهنگیشون رو از بین برارن، همون نظام اعتقادیشون رو سست بکنن و با همین راه اون ملت رو دیگر بدون شمشیر، بدون یرا اسلحه میتوان چی کرد؟ استیلا کرد، ضبط کرد و اون ملت رو غلام کرد. همین ملت غلام ملتی هست که با فرهنگ خود ارج نمیگذارد، حافظه تاریخی خود رو احتیاط نمیکنه، خاطره خود رو از دست میدهد، زبانش لکنه‌دار میشود و آهسته از معاملات بیرون میشود. انامیه میگوید، انامیه به قدر شدن همین عنصرهای فرهنگی، به اعتبار شدنشون با تدریج آهسته همین چیز باعث میشود که همین میان ملت که استخوان ملت بشکنند، زیرا که خودی همین حافظه تاریخی همچون عنصر اساسی فرهنگ وظیفه که فونکسیون تنظیمگری اجتماعی هم دارد. همین تنظیمگری اجتماعی که از دست رفت، این دیگه از دست میرود، این دیگه به خاک برابر میشه. استاد شما بسیار درست قید کرده و واقعا همین طور هم هست و یکی از پرینسیپ های اساسی که بیگانگان، یعنی ملت هایی که غالب آمدن، استفاده کردن برای در زیر سلطه خود، در زیر تصرف خود نگاه داشتن ملت های دیگر و بخصوص مردمان قوم که مغلوبن. خب از همین عامل خاطره زدایی استفاده کردن، عامل بی‌قدر کردن چیزهای اصلی اینها. و ببینید اگر ما حتی با همین، چون در درازای تاریخ اگر از زمان هخامنشیان میگیریم، گاه اسکندر، گاه عرب، گاه مغول، گاه فرنگ، یک عروس و چند شوهر ملک دارا را نگر. و واقعا همین است. یعنی ما هم در شبه و فراسای تاریخ یونانی آمد، خب پس از یونانی اعراب آمد، پس از اعراب مغول ها آمدند، پس از مغول اتراک آمدند، خب و آمدند. خوب که ببینید هر کسی از اینها آمد ما را نادیده گرفت و هر کدامش کوشش کرد که
چیزهای اصیلی فرهنگی ما رو ناچیز برای ما نشان دهید. شما به اعتبارت، شما ناچیزت، تا اینکه ما در خود ما با چنین خلاصه رسیم که واقعا ما هجیم. و شما احساس میکنید که گاه مثلا با همین هموندای خودمو میبینیم که یک افتخار تاجیکیت ندارد. مثلا با یک فرهنگ بگونه دنبال کیم کدام یک فرهنگ دیگر میگرده و اصلا ارج برای چیزهای خودش، اصالت خودش که هویت دارد، یک فرهنگ 8000 ساله دارد، یک فرهنگ واقعا علم محور دارد، با اون ارج نمیگذارد. و تا کجا انا همین تاثیر بیگانگان اینجا در خاطر زدایی، البته حالا هم هنوز مثلا ملت ما با یک چیز غیر تبدیل نشده است، اما در روند امروزه جهانی که خطر بسیار سنگین‌تر از اون تصوری ما است، فکر میکنم که ادامه این مغزشویی ها، ادامه این خاطر زدایی ها بسیار یک پیامدهای بدی میتواند داشته باشد. با این مسئله با اندیشه من از دو پهلو نگریستن میباید. از داخل یعنی تا چی اندازه جهان، سطح جهان بینی، سویه مثلا ذوقی و فهم و درک مردم ما راجع به احتیاط کردن و راجع به غنیمت دانستن، احتیاط کردن، رشد دادن همین ویژگی های فرهنگی خود، چون که شما ذکر چگونه است، تا چی اندازه هم خاطره تاریخی رو احتیاط میکنند و محبت دارند و میخواهند همین به نسل های دیگه برسد. و از جانب دیگر از بیرون تأثیری همون عواملی که سبب و عامل هایی که به قدر میکنند فرهنگ خاصی ملی ما رو در داخل. یک خطر بزرگ همین جهانی شوی و میلان ها که همین تمایلاتی همین امروزی جهانی ما همین است که بر اثر جهانی شوی همون فرهنگ ملی، پایه های فرهنگ ملی سوس گردانده میشه، ضعیف گردانده میشه و بالعاقبت باید از بین بروند. اون چنان که باید بره، چنان که دوره شوروی یک مفهوم بود، آدمی شوروی، آدمی سوویتی، تحت همین مفهوم تمام ارزش های همون دولت شوروی افاده کرده میشد. بدین معنا که آدم شوروی باید یک زبان رو خیلی خوب داره، طبیعی که زبان روسی، باید یک افتخار داشته باشه، افتخار از وطن شوروی، دیگر اون چیزهای ملی باید اعتبار نداشته باشن. این هم یک نوعی منقورتی کنونی مردم به حساب میره، زیرا که بعد این چیز بر روح ملی هم خطر زیاد دارد. روح ملی گفتم ما اخلاق، عرف و عادت ها، قانون ها، همین چیز رو در نظر داریم که این روح ملی رو چی نگاه میدارن، نیرومند نگاه میدارن. انا کن جنبه دیگرش که جهت دیگرش همین است که با سوس کردنی، ضعیف کردنی همین خاطره ملی، مثلا سوس شدنی تعلیمی، فنهای تاریخ و جغرافیا و مثلا فنهایی که ارزش های ملی رو مثلا تدریس میکنن یا که با جوانان پیشنهاد میکنن، سوس شدن. عموما در عموم فنهای گومانیتری مثلا فلسفه ملی و دیگر چیزا، رویه های گوناگونی، علم هایی که با مفکوره انسان دخل دارن، همین نتیجه دلخواه ندادن تدریس همین علم ها نیز باعثی از بین رفتنی همون هویت ملی و هویت فرهنگی میگردد. این چیز بسیار مهم است. من چنین میاندیشم که همین از همون تجربه تاریخی دیگر ملت ها باید سبق گرفت و برای احتیاط کردن و برای رواج دادن فرهنگ ملی باید سلسله تدبیرها رو راه اندازی کرد. این به نظر من بسیار مهم است. همین شما خیلی خوب میدونید که چنگیز تورقلیچ ایتماتوف دروهای برونی که روزی که از قرن دراز بود دورد همونجا باری اول در سال 82 مسئله منقورتیزم گذاشته، منقورتیگری رو بیان کرد و بسیار ساده بیان کرد، در اساس اسطوره بیان کرد. هرچند که
اساس یا که بنیاد همون اسطوره رو کوفتن جستجو کردن معین کردن خیلی مشکل است. من فکر میکنم که همین نویسنده بسیار توانای جهانی، نویسنده محبوبی که در 5 قطعه عالم خواننده داشت، جهان رو مثلا با کلام بدیعش دلی میلیون ها نفران رو، کسانی ادب دوست رو به خودش جلب کرد، محبوب گردون. من فکر میکنم که همین سرچشمه همین دستاوردش همین بود که همین مسئله رو باری اول در همون سال 80 بر میان گذاشت. یعنی یک کدام قبیله با نام رمزی و شرطی جوان ها میویند با سریوزک به همین قسمت همین آسیای مرکزی و مردم رو اسیر میگیرن. اونهایی که ناتوان هستن اونها رو میفروشن، اونهایی که با قوت هستن اونها رو موی سرشون رو پاکیزه میتروشن و از شیری میگن، از همون پوستی قفص گردن اشتر کشته اون رو در سرشون وای میکنن مینیهن و در زیر آفتابی سوزان میگذارن و بعد 5 شبانه روز خبر میگن اگر نمرده باشد بعد به او آب میدین، از زنجیر آزاد میکنن، او دیگه خاطرش گم میکنن. این یک عذاب پردهشتی که چنگیز ایتمتوف در همین رمان دروغ‌های برونی مفصل بیان کرده است و انمون یک لحظه رو آفریده است که بسیار جالب است. همون لحظه که نیمانولا به سراغ فرزندش میآید. اول از یک کاروانی تاجران میفهمد که در فلان جا یک چوپانی است، یک پسری جوان، همون هرچند میپرسیم تو کجایی، از کجایی، چیزی پاسخ نمیدهد و در دل مادر علاو میگیرد. دل مادر آتش چی میشه، در آتشین میشه دل مادر در سراغ فرزند که فکر میکرد که او اسیر است و یا کشته شده است، یعنی باور نداشت و در دلش میگذارد که شاید همین فرزند من باشه و نایمن اونا میرود به سراغ فرزند و با همون اشتری خودش میرود و صبح صالحان میوبد فرزندش رو میبیند که یک چوپونه است، فرزندش هست، اما فرزند مادر رو نمیشناسد چون که خاطره رو از دست داده بود. هرچند میگه تو ظالمان هستی، پسر دونان باید، تو فرزند من هستی، تو اولی بیاد نداری که آخه تو در کجا میزیستی، این فقط گوش میکند و نمیفهمد او چی میگوید. وقتی که اون سرور همون قبیله ژانژرو وقتی میبیند که این گفتگوی مادر و فرزند رو چیزی رو خطر رو حس میکند و با همین پسر میگن که کی بود؟ زنی بود که درباره چیزی میگد من نمیفهم، میگد این رو کشتن در کار، این رو به قتل رسون که این رو بیروها میکرد و بعد با نیزه زده دل مادر سرخ میکرد و همین یک قصه اسطوره مانندی خیلی چیز در جهان که پنهان شد. با همین قصه همین اصطلاح منقورتیگری یا منقورتیزم در جهان جایگاه پیدا کرد. منقورتیگری یعنی قبیله، خلق، ملتی که گذشته خود را به باد فراموشی داده است، برای او دیگر اهمیتی ندارد، از پی روش ها یا اینکه تمایل های نوی فرهنگ مردمان دیگر می شود و به همین واسطه هویت ملی خود را، هویت فرهنگی خود را از دست می دهد. و استاد من جهتی یک صحبتی بسیار مؤثر و بسیار علمی و بسیار ساده که بیان کردید و شما بسیار سپاس میکنم و امیدوار هستم که بیننده عزیز ما اگر ما توانسته باشیم با همین برنامه‌مون اقلا چند نفر را راهنمایی کرده باشیم به سمت حفظ خاطره تاریخی و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، فکر میکنم رسالت برنامه ما اجرا شده است و کاش هر کدام از بیننده ما درک آن داشته باشد که امروز که ما در دولت واقعا صاحب استقلال زندگی میکنیم و در گذشته اگر مثلا بیگانگان مانع بودند، بیگانگان میخواستند ما رو مخشویی کنند، امروز دوران استقلال اونقدر امکان فراهم آورده است که ما با تاریخ خودمون رو بیاریم، ما اصالت خودمون رو شناسیم، ما پیش از همه با همین اصالت خودمون، فرهنگ خودمون چیزهایی بوده احتیاط بکنیم، یعنی معلم دولتی جهانی ها هستیم، ما همه چی رو با دیگرها آموختیم. چرا امروز باید خودمون در یک فقر فرهنگی، در یک فقر معنوی و در یک فقری که باید از دیگرها همه چیز بگیریم و به گفته
حافظ بزرگوار که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زی بیگانه. و چرا باید وقتی خودم ما داریم همه چیز خوب و بالاترین فرهنگ، دقیق ترین فرهنگ مال این سرزمین است، مال این تمدن است. بار دیگر من به شما طور سپاس میکنم و بیننده عزیز، من امیدوار هستم که شما عزیزان حتما در پی تربیت فرزندان خود در روحیه خودشناسی ملی ارج گذاشتن و اون همه حکمت و فلسفه و جهانبینی و جهاننگری تاجیکانه آریاییانه کمر میبندید و فرزندان خود را در روحیه علم محوری تربیت میکنید. و اگر ما همگی در یک پیکره ملی همین ارزش ها را ارج گذاریم و پیوندان خود را در روحیه علم محوری تربیت کنیم، اون روز دور نیست که ما به جایگاه اولیه خود که در سطح تمدن جهانی داشتیم بازگردیم. باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند، خیرات یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. پدرود تا درود دیگر.